با درودی دیگر باره از من شادو خوجه به شما بینندگان عزیز رادیو زودی و به همه آنها که همین حالو ما رو تماشا دارند و چون همیشه ساعت با وقتی پراگده هست، وقتی که هر روز ما در همین ساعت با شما ملاقات داریم و من در چند دقیقه برایتون سرخطی خبرهای روز رو میگم و فراموش نکنید که بازم بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی نیز هست با تفصیلات خبر و گزارش‌هایی که همین حالا من برای شما معرفی میکنم. قضیه پسری گنرال دیگر باره به دادگاه رفت. بابا جان شیرینزاده از حکمی که در نسبتش تعیین شده است راضی نیست، زیرا پیوندان این محکوم شده میگویند کشتار او برکستانه نبود و نباید تا این حد جزای سخت میگرفت. کشتار مایره یتیم و همسر سابق شیرینزاده بگوی 6 ایون امسال در خانه بابا جان شیرینزاده رخ داد. تفتیشات با تکیه به نوار دوربین‌های نظارتی گفته بود که بابا جان شیرینزاده همسر پیشینش را با 13 ضرب کور در پیش چشم 2 کودک نابالغش کشت و ماه گذشته دادگاه بعد محاکمه برای شیرینزاده 18 سال زندان را روا دید. خوب به طرفا در این مورد چی میگویند در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر برای شما ما خواهیم گفت. رویخط سیاه و یا چرا یکی از مهمانخانه ها در مسکو از دادن جای خواب به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان خودداری میکنند. چون این برخورد ماموریت هستل و یا مهمانخانه را حامیان حقوق مهاجران عمل غیر قانونی عنوان میکنند و بعضی از آنها حتی میخواهند به دادستانی مراجعت نمایند. طور تحقیق خبرنگاران نشان داده است تنها تعداد کمی مهمانخانه ها در پایتخت روسیه به پذیرش مهمانان از حساب تاجیکان و ازبک ها آماده هستند. این هم در حالی است که در نسبت نمایندگان کشورهای دیگر چنین محدودیت وجود ندارد. در این باره ما در برنامه خبری با شما صحبت میکنیم. حمله‌ور را پیدا نمودند و بی‌ضرر گرداندند. پلیس فرانسه بعد 2 روز جستجو نفری را که ازدحام مردم را در یارمارکه سالنوی استراسبورگ هدف تیر قرار داد یافتند. در اول فرضیه‌های وجود داشت که گمانبر حمله از کشور فرار کرده است، اما بعداً معلوم گشت که او همگی 1.5 کیلومتر دورتر از جای حمله خود را پنهان نموده است. تفصیلات را در این باره میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. پاسگاه‌های انداز در نزد آسیاب‌ها یکی از صاحبکاران مالکان کارخانه‌های استحصال ارد در ولایت سوخت شکایت می‌کنند که از 7 دکبر این جانب مقامات انداز در نزد کارخانه‌های آنها پاسگاه تشکیل کردند و به آنها فشار می‌آورند. این صاحبکاران می‌گویند عملکرد ناظران انداز برخلاف فرمان پرزیدنت عملی رحمان درباره مراتوری سنجش صاحبکاران و خود کودکس انداز است. اما مقامات انداز می‌گویند پاسگاه‌ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از رویپوش کردن اندازها تشکیل شده است. صاحبکاران سعودی با نوشتن یک نامه دست جمعی به عنوان رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی اینچنین وزیر صنعت طلب نمودند که پاسگاه‌های به گفته آنها غیر قانونی برداشته شود. چگونه میتوان خبری واقعی را از فیک و یا ساخته فرق کرد؟ اگر شما در پاسخ دادن به این سوال مشکل میکشید، در جمهوری چک تونی جان یک بازی را اختراع کردن که در مشخص کردن آن که خبر فیک است یا که واقعیت دارد کمک مینماید. گذشته از این بازی مذکور در دوره مبارزه با اطلاعات بر دروغ و یا خود طور گفتن فیک در مکتب ها نمایش داده می شود. زیرا طور معلوم تا به حال اکثریت به هنگام مطالعه این و یا آن خبر به سرچشمه آن اصلا توجه نمی کنند و درباره واقع داشتن یا نداشتن این و یا آن خبر سوال نمی گذارند. خب اگر می خواهید خبرهای واقعی رو بشنوید، البته رو بیارید چون همیشه به سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب و مطمئن باشید که رادیو آزادی خبرهای فیک رو پخش نمی کند و ما بعد از 3 ساعت دیگر همه شما رو در برنامه خبری در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب منتظر هستیم و مطمئنم که حتما در جریان برنامه با ما میپیوندید.